نیروهای انتظامی و نظامی، این آخرین فرصتی است که حساب خودتون رو از نیروهای سرکوبگر جدا بکنید و به مردم بپیوندید. در انتظار فراخوان نهایی من باشید. دقیقا این ملتی که شما داری میگی نیروهای نظامی و انتظامی بهش بپیوندن چه کسانی هستن؟ ملت ما هستیم یا شمایید؟ یا ما هستیم؟ اگر شمایید که تا الان چرا نمیپیوندن بهتون؟ اگر ماییم چرا به ما نمیپیوندن؟ اگر ما هستیم هم بپرسیم که چرا اینها به ما نمیپیوندن؟ چون که ما هیچ گونه اتحادی نداریم، چون که هیچ گونه تفاهمی نداریم. جناب آقای پهلوی، نیروهای نظامی و انتظامی اگر به من و تو میپیوستن سرکوب نمیکردن، توی 2 روز این همه کشتار رو انجام نمیدادن. جناب آقای پهلوی، جناب آقای پهلوی، تا کی میخواین این همه دروغ بگید؟ تا کی میخواین این دروغگویی های خودتون رو ادامه بدید؟ همین دفترچه اصراری که شما جدید کردید و آپدیتش کردید، آیا خود شما میتونید راجبش 5 دقیقه صحبت کنید؟ هر کجا که خبرنگاری راجب برنامه‌تون ازتون پرسید که هواداراتون رفتن فش و بد و بیراه بهشون گفتن. هر کجایی که راجب برنامه هاتون ازتون سوال کردن شما جوابی برای سوال خبرنگاران نداشتید، طرفداران شما حمله کردن و فحاشی کردن. شما آیا مدیریت دارید؟ اگر شما میتونید مدیریت بکنید باید اول هواداران خودتون رو مدیریت بکنید. جناب آقای پهلوی، زمانی که توی ایران داشتن آدمهای بیگناه، اون دانش آموزا داشتن پرپر می شدند، هواداران شما داشتن میزدن و میرقصیدن. این رو ببینید. آقای پهلوی، برای شما تاج نمادین ساختن از کاغذ که واقعا لیاقتتون همین تاج کاغذی است که براتون ساختنش. آقای پهلوی، هر ادعایی که کردید نقضش هم توی صحبتاتون هم هست. همونطور که میدونید برای من تمامیت ارضی ایران مسئله کلیدی است و خط قرمز من. یک گروهی بود وارد ائتلاف شده بود و در فردای سرنگونی مخالفت کرد درباره تمامیت ارضی، نوبت چه باید کرد؟ اگر روند و روش دموکراتیک رو برای نتیجه گیری وزنکشی نهایی قبول داشته باشید، خب بذارید اون تعیین کننده باشه. گفتی برای این هدف حاضری بمیر؟ بله، هیچ هدفی والاتر از آزادی نیست. ولی خودم نمیخوام اولین قربانی این آزادی بشم. و وقتی به میلیون ها جوان ایرانی فکر میکنم که امروز اسم من رو صدا میزنن، چطور ممکنه من آماده نباشم که برای اونها بمیرم؟ من به هیچ قیمتی حاضر نیستم که این آزادی که دارم رو از دست بدم به هر دلیلی که میخواد باشه. علاوه بر تسخیر و حفظ خیابان‌های مرکزی شهرها، آمدن به خیابان‌ها رو تشویق میکنید. من از مردم نخواستم به خیابان‌ها بیایم. به هیچ عنوانی پادشاه اون مملکت حق دخالت قانونی در امور حکومتی نداشته باشه. در فرض یک مقام سمبولیک هم به من بدید ولی از خودم نتونم نظر بدم. این نقشی نیست که بیشترین فایده رو داشته باشه. یه توصیه‌ای دارم برای تو جناب آقای پهلوی. دفعه بعد که با ملت ایران خواستی صحبت بکنی درست وایسا. این طریقه وایسادن و این جست وایسادن یک رهبر نیست که ادعای رهبری داری. حالا با که قبولت نداری و جلوی طرفدارانت و خودت رو بگیر، بیایید با هم جمهوری اسلامی رو نابود کنیم. نه شما تنهایی میتونید و نه ما تنهایی میتونیم. شاد باشید و فکر کنید.